تصنیف زمن‌نگارم از درویش خان. غلام حسین درویش در سال 1251 خورشیدی در طالقان بخش زیدشت متولد شد. او به واسطه اینکه پدرش ستار می‌نواخت و اهل موسیقی بود به شعبه موزیک نظام در دارالفنون فرستاده شد. زیر نظر موسی لومر تعالیم موسیقی رو دید، خط موسیقی رو یاد گرفت و شیپور و طبل کوچک نواخت. او وارد دسته موزیکی شد که نامش ملیجک بود و دربار عزیزالسلطان کار میکرد. درویش خان در اون ارکستر طبل کوچک می‌نواخت. بعدها به دربار کامران میرزا هم رفت آمد داشت و چون در اون دوره دو نوع هنرمند میتونیم بگیم وجود داشت، یک سری هنرمندان که بیشتر برای جشن و سرور مردم فعالیت میکردند و موسیقی به نوعی عامه‌پسند رو اجرا میکردند و یک سری هنرمندان بودن که موسیقی ردیف و موسیقی ردیفی رو بهش پایبند بودن و نوازندگان درجه یک بودن که به دربار شاهان میرفتن و در اونجا به هنرنمایی میپرداختند و درویش به واسطه این مرابطات تونست با آقا حسین قلی آشنا بشه و بعد به محضر او رفت و تار و ستار رو فرا گرفت. همچنین بعدها از وجود میرزا عبدالله برادر بزرگ آقا حسین قلی هم استفاده کرد. وقتی در تار و ستار مهارت خوبی پیدا کرده بود، شاه سلطنه پسر مظفرالدین شاه والی فارس او رو به شیراز برد با خودش و زمره نوازندگان دربار او قرار گرفت که همونجا هم ازدواج کرد درویش و صاحب یک دختر به نام قمر شد. با توجه به اینکه مستمری که از شاه سلطنه میگرفت کافی نبود، دعوت افراد دیگه و شاهزادگان دیگر رو میپذیرفت و در مراسم اونها هم شرکت میکرد و هنرنمایی میکرد که این مایه غضب شاه سلطنه شد تا اینکه دستور داد در انگشتان دست او رو قطع کنند و بعد کمال‌السلطنه در این بین پادرمیونی کرد. کمال‌السلطنه پدر ابوالحسن صباست و باعث شد که درویش بتونه برگرده به تهران. باز این ماجرا که گذشت، چندی بعد شاه سلطنه سراغ درویش رو گرفت. درویش سر باز زد برای رفتن به شیراز و به خدمت درآمدن به شاه سلطنه، چون درویش به نوعی آزادی خواه هم بود و همین باعث شد که مجبور بشه به سفارت بریتانیا پناه ببره. از طریق سرایدار سفارت که دوست درویش بود، او با سفیر آشنا شد و یه روز تونست هنرنمایی خودش رو انجام بده در سفارت. حتی با خانم سفیر که پیانو مینواخت همراهی کرد، سری قطعات غربی هم نواخت و همین باعث شد که نامه از طرف سفارت انگلیس به شاه سلطنه داده بشه که دست از سر درویش برداره. درویش خان رئیس ارکستر اخوان الصفا موقعی که انجمن اخوت تأسیس شد گردید و کنسرت‌های زیادی رو که بیشتر درآمدشون صرف امور خیریه میشد انجام داد. 2 سفر به خارج از ایران داشته، یکی به لندن و یکی به تفلیس. لندن از راه روسیه رفتن. در سفر اول با همایون شهردار و طاهرزاده رضاقلی خان و هنگافرین باقرخان رامشگر و اسدالله خان و اکبرخان فروتی به لندن رفتن. در سفر دوم همراه با باقرخان و طاهرزاده
و اقبال السلطان و دوامی که این سفر به تفلیس صورت گرفت و مقارن بود با جنگ جهانی اول و اینها موفق شدن تنها 2 صفحه به ایران برگردونن. درویش خان اولین کلاس آکادمیک موسیقی ایرانی رو میتونیم بگیم در ایران تأسیس کرد با مجوز رسمی از وزارت مستظرفه اون دوره و در این کلاس به خانوم ها هم درس میداد و این مسئله قابل توجهی هست. از جمله شاگردان خانوم کلاس درویش هم میتونیم به خواهرش یاد کنیم که خلیفه کلاس مرتضی نیداود بود که موفق به دریافت تبرزین طلا شد. همچنین کلونل وزیری هم موفق به دریافت تبرزین طلای درویش شد. موسی معروفی همچنین. حسین سنجری و یحیی زرپنجه و سعید هرمزی و ابوالحسن صبا هم از شاگردان به نام او در این کلاس ها بودند. نهایتاً در سال 1305 از منیریه تهران که به سمت شمال در حرکت بود با یک درشکه با خودروی تصادف میکنن و درویش بعد از 5 روز که در بیمارستان نظمیه تهران بستری میشه دار فانی رو وداع میگه. شعر این تصنیف از ملک الشعرای بهار هست. در کوک فا اجرا میکنیم. ماهور فا در قدیم بیشتر به صورت دو سل دو فا کوک میشده و میرزا حسین قلی صفحه‌ای در دستگاه ماه و گوش عراق داره که در همین فا اجرا کرده با همین کوک. البته امروزه وقتی ماهور فا معمولا زده میشه دو فا دو کوک میکنیم، یعنی سیم وسط فا کوک میشه. در این ماهور سی بمول داریم. در قسمت دلکش که این تصدیق با اون قسمت هم نظری میکنه لا کرون، ر کرون و می بمول خواهد. دور دو سی سی لا لا سول فا سول لا روت لا تیری میدیم سول لا سول فا می فا سول لا سی دور دو سی سی لا لا سول فا راست چپ راست سول لا سول فا دور دو سی سی لا سی دو فا سول لا سی دو سی لا سول فا که فا اسیم فا و سول اسیم ضرب میمونه. دور دو سی سی لا سول فا سول لا سول فا دو فا می فا سول لا سول فا می ره دو ره می فا سول ترجیباً دور دو سی سی لا لا سول فا سول لا سول فا گوش به دلکش میریم، نظری به شور میکنیم. فا سی لا سی دو ره دو سی دو ره می فی ره ره دو ره دو سی لا سول فا سول لا سی دو ره دو سی دو ره می فی ره ره دو دو فا ره می فا می می ره ره دو دو. هم به صورت راست چپ راست چپ راست چپ همراه با اشاره میف میف رف رف دوم دو و هم به صورت سیریل فا می می ره ره دو دو که می فا یعنی چپ ها هم میخوره. می فا راست چپ ره فا دو می دو و هم به صورت سینمال میکنیم میریم عقب. فا می ره دو ریز میگیریم و اینجا کنده کاری داره. این تحریر رو میتونیم اجرا کنیم، تحریر نشیب هست. ره می ره دو اینجا تک به 4 داریم. ره میکنیمش، کدوم رو میکنیم باز با انگشت سوم میکنیم. پس دو فا می ره می فا می ره دو ره می ره دو. دوباره جملات قبلی تکرار میشن. دور دو سی سی لا لا سول فا سول لا سول فا
fa sol la si do si la la sol fa و چپ راست سول لا سول فا فا. این بار باز به دلکش میریم با کمی تغییر. فا سی لا سی دو ره دو سی دو ره می ره می دو ره دو سی لا سول فا سی لا سی دو ره دو سی دو ره می ره می دو فا ره می فا می ره می. اینجا با ریز اینا رو وصل میکنیم. فا می ره 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 می فی ره. اینجا باز کمی کاری رو داریم. ره می فی ره دو دو. یا میتونیم ره می دو دو با مزرا بزنیم با اشاره راست راست راست. بعدش دوباره جملات قبلی تکرار میشه. این قطعه رو به صورت 60 اجرا میکنیم. ز من نگارم حبیبم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود حبیب من، دل من از من حبیبم خبر ندارد. کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا پرد مرغ حبیبم که پر ندارد. فرقان از این عشق عزیز من، فرقان از این عشق، فرقان از این عشق عزیز من، امان از این عشق که غیر خون جگر ندارد. همه سیاهی ازم همه تباهی، اگر شب ما هم سحر ندارد. بهار مستر عزیز من حالا دیگر، بهار مستر عزیز من حالا دیگر، که آوازاری اثر ندارد جز انتظار و عزم، جز استقامت. وطن علاقه حلم دگر ندارد، ز هر دو سبب